بچه ترقه اول کپسولیه 3 باکس خریدم که 3 باکسه. الان یکی باکسش هم میارم چون استفاده کرد گفتم کم بذاره بعضیاشون. ببینید بعضیاش 10 تا و 15 تا، ولی این باکسش که آراز کامله تروپیلا بعضیاش کمه بعضیش زیاد. خودم اینجوری گفتم بذاره. شیافی 40 تا یه بسته، 2 تا بوکسه میگم یه بسته. شیافی ها خیلی خوبه صداش، چون اونجا قبل اینکه بخرم گفتم تست کنه که خریدم. یه بوکسشو 200 تومن، این 2 تا بوکسه. بعد دینامیت ایرانی که حالا بعدا بهتون میگم چطور تشخیص بدیم ایرانیه یا خارجیه. یه باکس خریدم 200 تومن. دینامیت خارجی نه اینم ایرانیه اینم خریدم همون 200 تومن. 2 تا باکس دینامیت و یک عدد دینامیت خارجی که خریدم 275 تومن. و بریم سراغ باز کردن این بسته که دارید مشاهده میکنید. خب من یکم دوربین رو بزرگتر کردم اومدم بازش کنید. 3 تا لاک پشتی بزرگ، 1 2 تا 3 تا که خریدم. لاک پشتی ها رو دونه 27 تومن. بعد لاک پشتی کوچک خریدم 20 تومن، 15 تومن میگم 20 تومن. بعد موشک سپایه که میدونم خیلی گرون داد، فیتیلشم افتاد، خریدم 40,000 تومن. 3 تا خریدم من، حالا الان نشون میدم بهتون. این یکیش، این 2 تا، اینم 3 تا. بعد کلی یه باکس بمبک، یه باکس توپی، یه باکس هم مثلث قاطی کردم دیگه تایم ویدیو زیاد نشه. یه دونه 12 تای سوتی خریدم. سوتی ها رو خریدم یه باکسشو 96 تومن، یه باکس 12 تا. سیگارت ببینم چند تا خریدم غیر از اینا. خواهی یه باکس هم برشم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. سیگارت ها رو چون عمده خریدم دونه 45,000 تومن. 2 تا باکس خریدم. خب بچه ها میریم سراغ یه طبقه خفن که نام دارد اسکلتی آمریکایی. اسکلتی آمریکاییه که خریدم 270 تومن. آره یه باکسشو دونه 25,000 تومن نه دونه 36,000 تومن خریدم. افتاد یه باکسش برام، یه باکس 10 عددیش افتاد برام 200 چند گفتم 270 خورده چند گفتم یادم رفت. حالا با من همراه باشید. یه باکس 12 تایی منورم خریدم. اینم افتاد فکر کنم 200 خورده ایش نمونه 300 خورده ای 12 تاست. و دیگه چی داریم اینجا؟ چقدر کثیف شده چون ارسال برام کرده. دوباره اسکلتی کثیفه. اینم خریدم از اون ارزونتر خریدم. اینو خریدم دونه فکر کنم 34 تومن 33 تومن. یه باکسش خریدم 250 تومن. آره حالا آخر ویدیو کل لیست قیمت ها رو میذارم اگه اشتباه گفته باشم. پروانه ای هم که یه باکس، حالا نمیدونم چند خریدم ولی آخر ویدیو حتما براتون میذارم. آخر ویدیو رو نگاه کنید براتون با قیمت گفتم. 7 رقه 2 تا بوکس من کردمش یه باکس
که خریدم، اونم آخر سر میگم خریدم 130 تومن یه بوکس 45 عددی که این 45 عدد بیشتره. خب اصل مطلب سیگارت بذاریم بهتون بالا نشون بدم. این سیگارت ها که خریدم همون 45,000 تومن، یه بوکسش افتاد 450,000 تومن. ترقه های منه که برای 1404 اشتباه نکنید، فکر نکنید در سال پیشه. خب چی داریم؟ آبشار. بذارید دوربینو بذارم. خب بچه برم آبشارم براتون بیاریم. ببینید چند تا آبشار خریدم، همش هم چون خوشم میومد. آبشار من خیلی خوشم نمیاد، ولی برای ویدیوهای الان مثلا شما ببینید از یه چیزی من بوکسی خریدم، چون میخوایم ویدیو بذاریم. اگر شما لایک ساب کنید کامنت بذارید من ویدیو میذارم براتون. خب و به خاطر این اگر هم نکنید که ادامه نمیدم. این فقط کانال ما برای آنباکس نیست، کلی میخوایم تست کنیم. البته براتون باز کنم. کلی میخوایم تست کنیم ساخت انواع فتیله ترقه که با درخواست های شما مثلا میگید این فتیله رو بساز یا این ترقه رو بساز، تو کامنت ها بگید میسازم براتون. یا آبشار خریدم، 2 تا آبشار، یه دونه این کارتون آبشار دوقلو رو خریدم، دونه 25,000 تومن. یعنی الان این یه کارتونش 25,000 تومن، خیلی ارزون داد. نمیدونم چرا. روشنم یه دونش رو میخوام بکنم بعدم بهتون میگم روشن شد یا نه. دوباره آبشار. خب بقیه آبشار رو الان میارم. بایستید خالی کنم. آبشار رو خالی شد. ببینید کلی آبشار خریدم. حالا نمیدونم 10 تاست. نمیدونم این فشفش ها خریدم که بعدا فتیله درست کنیم. خب دوستان تایم ویدیو خیلی شد. اینم از ترقه های من بود. ببینید برای ویدیوهای بعدی آماده باشید. لایک کنید، ساب کنید تا ویدیو بذارم که ما به یه جایی برسیم. فقط لطفا لایک و ساب کنید، 2 دقیقه زمان میبره. زنگوله رو فعال کنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم شما ویدیو رو نگاه کنید. ممنون میشم. خداحافظ.